گندشتی جوی گشترم میارم بیوت پروانه زنی پنهانی صدرالدین نجمیدین است. من غیر از این اپراتور شما نمین آقای مهراب دیگه من هیچ کس غم داده نمیکنم. بابای گل من، بابای ریش سفید من، بابای خوب من، بابای زمستونه من. باشه هر چی دلت میخواد بیا. به از دل نبرت نبرم این لفظ ایندیست که بود. وقتی میتخون چکرابورتی که دعوت کرد اون هنری نبودگی هم پیدا میشه و هیچ جا نبودگی پیدا میشه. خدا تمام آخین ما که میکشون برفتیم تجاوز مثل جون و بدنت نمیکنن. تا این درجه امنیت و هزار بار شکر که احمد کردن. نبرم اینجا خارجه نیست اینجا تاجیکی. آزرنگی عاشقا بجایی نیستن ولی پول بجاییه. نمیکنم خیلی کرویم چی گفتی؟ تو من در دیگه چی گفتم دیگه کش کامیرتا. Ai matur știi văd gandaști Jui gaștară miorun baiuța نبرم آدم ترسون. سلام علیکم. کیم چخیل شناس میتابی؟ من؟ کیم چخیل شناس؟ من شناختید می؟ همین خدا که در اینترنت رو نمیگردی؟ من؟ زیزه اینترنت. زنده باشی. بای سوری مینیمه. تو با فکرم دختری تاجدین موحیدین هستی هم. بله. خدا رحمتش کنه. خوبه باش. چی خوبی؟ سلامتی خوب است؟ نقص هستی؟ تشکر. فرزندو همه خوب؟ خوب سلامت. شما چیکار میکنید اینجا؟ بابا 2 روز باز در همینجا. نبرم در قرابالا خوب است. بیمار شده است. برفق. من با خاطر که اگر بیمار شده آب شده گیست. بلکه برف نیست کنی نه؟ خیلیش که هست. ما پوست خانم با قوه. ده. ما یا در همینجا 2 روز باز اجازه دادن که خواب روی. زیافت همین خدر خوب. چی خدمت کنید شما بگوید؟ خدا کرد چهره کرد معقول شد. چی می شود که 6 تا 1 سری پیاله چای صربت کنیم؟ حتی شما چونی حتما؟ مایلی 100% هر از بابای برفی نمیبینیم. این نبیره های من همش در آرزوی صحبت های شیرینی خوده. سلامت باشه. ما بریم که بابای برفی کودک بودیم آرزو میکردیم که بابای برفی بیاد. انا زنده شدیم. باور میکردیم که بابای برفی هسته زنده هسته. افسانه نیست. یعنی که نبود ندیدیم؟ این نبیره در خوش میجد جان سخنکات بسیار شیرین. رفتیم. سلام و باز هم سلام بهر یکایک شما نبیره های باباش. اینک برنامه بابا و نبیره را کشاده اعلان میسازیم. مهمون نوبتی برنامه ما خانم بسیار هم زیبا، دیده درا، زباندان، سخندان، بسیار شیرین گفتار و آنه که صدایش علاقه دلها را تسخیر کرده است مهمان برنامه ماست. بیا دوستان عزیز وقتش را نمیگیریم و با چند سوال و چند شرطی که در پیش داریم از او پرسان میشویم. پیش از همه پروانه جان شما رو با برنامه بابا و نبیره خیر مقدم میگویم. سلامت باشید زنده باشید. شاید حیران شوید که بابا و نبیره چرا نبیرش نیست. بله گفتید قبلی که دیده بودم شما من در اینجا. بله دیده بودیم. در این آفتاب گرم در ماه دکبر ماه زمستون نبیرم کم تر آب شد. برف که نیست نبیرد آب شد. حتما. بله تبابت گفته حتما با برنامه های دیگر می آید. شما خوب هستید؟ در وای مونده شه در یخدان مونده خوب هستید؟ سلامتی ها چخیل است؟ خدا با شکر الحمدلله. زندگی با شکایت نیست؟ نه خدا با شکر چه زندگی با شکایت کنیم وقتی دست پامون درسته وقتی زبان داریم میشنویم میخوریم میبینیم گپ میزنیم. هیچ کس غم نمیدید؟ من نمیشه که غم تیه اون کس. تو غم میدی؟ من غیر از این اپراتور شما نمین آقای مهراب دیگه من هیچ کس غم داده نمیکنم. ملادیس نبیریم. بسیار هم سخندانی خود فهمیدگی بودم در پرامو افیرو هم میگشتی. نه نمیگشتم پرامو افیر ده برآمد میکردم نمیگشتم در پرامو افیر گشتن نمیشه با جمهورم در 20 سعودیتون. رحمت آخی نبیره باباش خوب و گنده 95 به در آمد بابا. اون زمانی ما با نه اینترنت بودو نه افیر بودو نه پریامای بود. این گپ شما هم درست. وقتی جوانای حاضره و 20 ساله دور نمیریم این یک تا نبیرتون پشت اکران نشستن همینجا 20-21 ساله. باور کنید اگر این خانه دیگه اتاق با این اتاق تا این اتاق آمدن
یک فکر میکنم 70 سال میگذره. مغنبیر است، مغنبیر، در این یوشو همش مغنبیرن. رحمت که خشما به برنامه ما آمدید، خدوچار آمدید. زنده باشی بابا جان. ما خرسندیم که بابای برفی یگو بابای برفی برنامه ندارن، بابای برفی تاجیکی برنامه دارن، میدونه؟ برنامه کردیم که گرفته برنامه را کوه پشته بریم و همه بلندی همه تماشا کنن. بابا جان کی وای میشد یگون تشکیلی خوب میشد یا ارچه و یگون دعوت کنی رویم؟ شبی سالی نه. شبی سالی نه؟ اپیش اوی نه. اگر راضی باشی تاکسی را کس کرده میبرم. کراوکش چی نبیرم؟ کراوکه را میشنیم کدی بابای برفی. برنامه ما آغاز می شود. یکم شرط برنامه ما اگر شما با 4 سوال ما پاسخ گفتید در حقیقت انمی تحفه از جانب باباتون کرشکه یکسمه ندارن می شود. چرا دارن؟ نه کرشکه یکسمه ندارن. همه شکلات و قند و قندلو. شما باشه عزیزم باشه قربان برم بابای گل من، بابای ریش سفید من، بابای خوب من، بابای زمستونه من، باشه هر چی دلت میخواد بیا. چند تا سال داره؟ 4 تا. چند تا سال داره؟ بابای ایرانی کی نیستی؟ بابای تاجیکی نه؟ بابات به تو صدقه همین فکر رو میکفونی و در درونش سوالچه های بابا یک چیز دیگه که همین در درش میموندی که ما سوالا میخوندیم یک چیزی که بیا این همه خوبش همین که میکفونی. من ویران کره ناز نمیبینم هر چی که نباشه نمیشه اینجا بخونیم سوال تا خودش چی سوالای نکفونیم همینه. بابا خیلی دانایی نه؟ میترسد گوشو اختم اخم کردی بابا جون من باید بشنوم این چیز عصبی شاموزی من این نمیشه این درو خونده زده کفونه بیرم. نه بیرم. سوال میخونی یا خونم؟ کنی؟ نه من میخونم. آفرین. بیا بابا من بینم کنی اول سوال تا. سفید درسان چک رو بازید. کنی نبیرم خونده بین کنی چی؟ بیا شما خونه. چشمای بابات اونقدر ساز نمیبیند و در 1 سال چی را برد و چی را باخت کرده؟ در 1 سال نه شاید همین سال. سال 2021. بله. هر سال ما سال داریم. چی را از دست دادی؟ چی را به دست آوردی؟ کنی نبیرم گفته ایست. چی را از دست دادم در همین سال؟ خدا با شکر چی از دست ندادیم. باخت کردیم برد کردیم و باخت نه. یعنی که برد پیشروی بود. محبت یک تا بود تا شد. بعدی برنامه حتما سینیا که تاگی چشم داشت. میشه برو با میرو شده میخری. پیشروی خیلی زود دادم. پیشروی در سال 2021 مریضم شدیم. هزار شکر خدا با شکر الحمدلله که از این مریضی که وضع بیم بود 3 ماه تابستان خواب بودیم در خانه. با وزنی هم که با سنگینی هم که زنده خداوند با عمری که داده بود دوباره اینم بعدی وای با اینم بود خستیم میگه که اگر جانا که خدا نگیرد به هر راه با آدم باز یادش میبرد. یعنی چه سنگینی و دشواری و مریضی همش یادش میبرد. پیشروی کردیم. پیشروی چیکار کردیم؟ بعدی برنامه‌های شما دعوت کردگیتون بسیار پیش کی بودی حواس چند سال قبلا در طرفا که بودیم 1-2 آهنگو سرودو همین چیزا برای چیزی که میگن که با شیر آمد با جان میبرویه این چیز در خونو در ایری که ما هستیم مثلا خانواده صنعتکار پدر مادر همش صنعتکار بودن این چیز در ما هست این هیچ کس از ما گرفته نمیتونه هیچ کی نتونیم حداقل در وقتی یک شستن طبق کاسه و این یک زمزمه و یک حافظی یک چی میکنیم درست همین چیز شوق کی بود این شوق این یک رسوم میگن که خوبی برای کاریر کردن برای خود کسب کردن من این چیزا کار نکردم این که خوبی برای در خودم که بود میخواستم بود تالنت که بود 1-2 آهنگ 4-5 تا آهنگم در بین 3-4 ماه ثبت کردیم یک تا کلیپ نو هم ثبت کردیم که در پروگرام مهراب پرو در یوتیوب کانال مهراب جان تماشا کنم سر داده شد 5 شد چند شد 6 روز شد ادزوفوی ناز گرفتیم یعنی خوبی ها بسیارتر بود هزار با شکر خوبی ها بسیارتر بود زیادتر شود و کم نشود انشالله کم شود دویمش رو نبیره باباش نمیشد که شما همین کفانه بیا نبیره من دیرم نمیشد باور کن در جانم زنیه کجا رفت پروانه جان در کامنتاری ها گپ هست که
چندین مخلصان خارجیت برای دیدن تو ای نزدیک به تاجیکستان آمدن و همونا کتیوا خوردی با همونا کتیوا خوردی چی مقصد داشتین؟ نه اومدن مخلصا خارجی نبودن بچهای خودمان بچهای تاجیکای خودمان ای مسکو مخلصات بودن می خیلی مخلصا خیلی دو سه نفر بچه‌ای که چند سال سال همونجا کار میکردن در مسکو در روسیه اومدن روز دیگه روز شگم اگر قطعی یک نفر ششتم پشت یک پیاله قهوه نشستیم صحبت کردیم بسیار که نیست که من به خاطر خودت اومدم که یک بار ببینم ای پیش صحبت کنم که صد برنامه هم خود صحبت میکنه ای پیش زندگیم همه خیلی باشه بعد راست دیگه خفگی بسیار کردگی من ای بسیار مخلصم من گفتم که وقتی مینویسن من با قطعی شما میگم میگم که اوکی جواب میده هر یک کدومی که مینویسه جواب میده شما میدونید که جواب دادن هر یک مسئله عصب در کاره برای جواب دادن بعد پریمو افیل میکنیم مثلا نوری ثبتی وای که میکنیم مستقیم میکنیم بسیار گپ میزنن که مثلا در وای جواب تین در اس ام ما جواب تین در پیامک ما جواب تین بعد میدونم ته همین جواب تین التماس وقتی میداره جواب تین همش یک گپ در پریمو افیل تی خیلی گپ میزنی و در اینجا جواب نمیدی آخه مقصدی من همین گفتم که وای پیامک که وای میگذارن همچون مثل برادر و خواهر نیست یک پیامکایی که اونجا 3000 مرد هر کدام وای اظهار محبت یا که بیا من بینم یا که رویم شینیم یا که فلان یا که این یا که این یا که این نمیشد که زندگی قانون زندگی این است هر یک آدم زندگی حیات شخصی خودش داره یک جا برآمد کردی یک جا گپ زدی یک جا مثلا یک ثبت میشه یک چی میشه این از اون نمیگم من خرسندم میگه که وقتی خدا دوست میداره بندش تو دوست میداره در چشم خدا وقتی تو با مهری مثلا میرداری مثلا دیگر مردم هم دات میردارن یک تو این درجه نه که هر کدومی وای فکر میکند که خودش طاقه یا همون پروانه یا که دیلیا یا که مثلا سابینا یا که یک نفر دیگه شای سابرینا حتما دوای جواب میتین نو پیامکایی که وای میذارن نمیشه هر کدام تو کاتگی میکنی تو پیامک میخواد جواب نمیدی من اصلا چی باید گپ زنم که نمیتونم برادر من آدمی مثلا اویله دار من نمیتونم من قد شما رفته رشته صحبت کردن نمیتونم اون پریدلاجنی که شما وزی میکنین وای بین من و شما مثلا شیطان گپی که شما نمیشه سلام دادین علیکم نمیشه شما میگن تو کاتگی میکنی در ثبتی افیروی مثلا وای مستقیم میگه دیگر خیلی گپ میزنید در اس ام اس دیگر خیلی در اس ام اس من چه دیگر خیلی گپ نزنم وقتی شما دیگر خیلی من در سوال میتین دیگر خیلی شما من در پریدلاجنی میتین بلا چه بودین ها آرنگی خودم ندارم اونو چشم به چشم خودت تماشا دارن یک گپکات گفتم نه گپ در این است که بسیار شبات کامنتاریو در اینستاگرام هم میدارن در اینستاگرام هم کامنتاریو تاگی صورت من حالی ندارم هزار بار شکر بهترین یک چیزی که تمام کس من میگه که حالی یگان کس کامنتاری راستی گپ کامنتاری بزیب ننویسته نه در پایان کلیپ نه در برنامه‌ای که برآمد کردیم نه در اینستاگرام پریمو افرد یدیس یگانه شخصی که در ثبت مستقیمی که ما میکنیم در اینستاگرام گپای بد نمیزنن قبیح حرفای قبیح نمیزنن مثلا نمیزنن این از من است همه میدونن در تاجیکستان تمام بلاگرها تمام برنده ها تمام مثلا حافظا همش میگن که مدام میگن که یک کیفیت میبریم وقتی وای ثبت مستقیم میکنیم میگه میداریم نگاه میکنیم میگه وای کامنت و سخن و حرف و صحبتاتون قطعی میگه همون ابونا شدگیتون پادپیشکاتون روزاتون رفیقاتون دوستاتون میگه صحبت میگه یک کیفیت میبره میگه یک کس یک حرف قبیح یک سخن قبیح این هم یک دولت برای آدم این هم یک وای دولت نمیشه 20-30 هزار آدم گویی که همین وای پلیتیکی تو من ده همین من ثبت مستقیم دارم و تو درایو که کامنت خوب نیست یا که من قطعی صحبت خوب کن نیست این خنگه وای چیزی که تو یک بارا میداره و خبر نداره که تو حاضر ثبت مستقیم داری حرفای قبیح نیست حرفای بد نیست من خودم یک آدم یک نقض نمیبینم من در زندگی خودم حرفی بد زندگی بد لباسی بد آدمی بد من همین چیزی که بد است نقض ایم بد میبینم خشم نمیبینم ممکن به همه خاطر حرفای بد نمیگم دست نبیرم رنگ خودت نیست خیلی آدم انا این اشاره بیشتر کفونه انا با فکرم این شعبه بهتر سوال باشه بابای برای تو سیم ویدیو خوندگه
کنی خودت خون کنی گوشو فدا داد بابا جان پیش ای سالی نوای یک سالی وزنی بود سالی سنگین بود سالی 2020 سالی 2021 هزار بار شکر مثلا گشنه نیستیم در یک مملکت زندگی میکنیم که مملکت امنیتش خیلی بالا رفتگیه خیلی بسیار دولت هست بسیار دولت ها گشتیم دولت هسته که تو شب ساعتی مثلا 10 9 مثلا 12 11 یک شب تو بیرون برونده نمیتونی این هر کس میدونه بازی تمامی آدمی روی دنیا این گپ میزنن ما مثلا صحبت میکنیم قطعی قشته برو قطعی اولاد هر کسی که یک جرمنی در یکتاش مثلا ایران در یکتاش مسکو در یکتاش یک روزیه نمیتونن یک امنیت شدن دادن امنیت ندارن امنیت خودن ما هر ساعتی میخواهیم ساعتی دی شوه این هر کس روی خدای بگه دی شوه 3 شوه 4 شوه مثلا یک مغازه میریم مثلا دخترخانه میریم مهمونی میریم یک راهی دور میخوام رفتن کلوب میریم قرغان میریم خوجان میریم زنی تنها بدل پور میتونم ای خانه برو راون که یک کس قفل نمیزنه قفل یعنی سونکای من نمیزنه از دستم گوشیم از دستم نمیگیره تلفن ما مثلا یک تیلوت نمیگیره یک تجاوز مثلا جون و بدنت نمیکنه تا این درجه امنیت و هزار بار شکر که امنیت اینقدر سخته و همین خاطر همین که واسه بابای ما یک وی جنگره بوده جنگ دوست می‌داشته نایستگی که ایرانی با بابا جنجال کنه نمیخوام جنجال کردن میخوام پیش درآمد سال 2022 همین کسل و مریضای و همین هر چیزی که بدبختی بود بسیاری ما آدمای دست دادیم در 2 سال اخیر ما بسیار آدم بسیار نمایندگان بسیار حافظان بسیار شاعران و نویسنده‌ای و ژورنالیستای و خیش تبار و بسیار آدمای دست دادیم شما هم هر خانه یک خانه هم یگان خانه تاجیک نیست که ای همین پشت همین مثلا مریضی و کسلو یک آدم شو فوت کردگی نباشه از دست دادگی نباشه همین بابا به حد میترسد که همین کرونا ویروس ما نچسبه خدا پناهی استغفرالله بابای گپ خنک این گپای گپ نزنی ای دهنی خنک تو نم اكون بابای برفی خودش خنک میشه ای برف تر میشه برام گپ خنک گاو نزن بابا جان ای جنجال نمیکنم بهترش که گپای گپی خوب بگیم که خوب شما میگم وای خوب گویی که خوب گفتی خوب میبیم همین آدم کتی خوب رفتار کردی آدم کتی ویم کتی تو خوب رفتار میکنه گپی خوب اما بابات آب نشود بابا جان آب شایی بهتر بیا نمیرم آب شایی بهتره یعنی دیگه دارم میگم هرچی که هست الانم که گفتم مثلا هرچی مریضی بود تو 2 سال آخر که 2020 بود 2021 میلاد بود اینا بود مثلا مریض و هر یک بدبختی و هر چیزی که بود مثلا ما بتونیم که مثل قبلی برای مسافرت برای مثلا بدون اون مدارک و پدارک هر چیزی که مثلا امروز برای مدارک بگیری بعد بلند شده به این خاطر میگم سال خوبی بیاد اگر بابای خوب باشی اولش که خدا خودش دومش که بابای خوب باشه مثلا یک افسونه میتونه سال خوبی برام بیاره این سال از دلی نبرم این لفظ ایندیست که بود نه لفظ ایرانی بود بابای بی سواد خدای ما آدمای دوری پیش زبانه از کجا میاد اینقدر بابای بی سواد اینقدر بی شعوره اینقدر این از کجا پیداش کردی این باباش تحقیق داره نه آقا میمیره اینو از کجا پیداش کرده یعنی نبیرم تو بس این سوالی ما روی به فکرم معینت خشک میشود شاید بس یک تحق ماند از قدکت میرسد کشیده گیر کرد نبیرم چی باشد یک سرودی پدر خیش رو خوانید در کی یاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را دوامش هم خونم بسیار صدای یک 2 روزی صبر کنی جانی بر لب آمده یک 2 روزی صبر کنی جانی بر لب آمده است انا رحمت انا این تحفه نصیب جانت شود
ба саволҳои бобош ҷавоб гуфтӣ. زنده باشی. ана мегузарем ба қисмати дуюми барномаамон саволборон ном дорад. шумо омодаме? من آماده‌ام. من میخوام پدرکت ادینه موجود. кушода бин канӣ. бобот барои ту тӯҳфаҳои беҳтарин нахарид. بابا چی داره دخی داره تلفن داره چی داره؟ ҳар чӣ ковӣ меёбӣ. سلامت باشی دست در نکنه تشکری زیاد. این یکم توفه سال نوی منه. پیش از قبل از سال نو سال جدید یکم وای توفه سال نوی. خدا کنه که دست با برکت باشه با حاجی. наберам саволи аввал чунин аст тиям натиям ҳайронам. агар натиям تلفن мекафам. از سرت میپره. парвона зани пинҳонии садриддин наҷмиддин аст ва онҳо бо ҳам ишқварзӣ намуда оиладор шуданд. рост бошад ми? نه ما دوستیم رفیقیم برادریم بسیارتر دوستی داریم ما. نه صدرالدین زنی دوستدار داره یک زنی خوشگل داره بچه 4-5 تا بچه داره زندگی آباد و خوب داره. اینجا حفیظخان نوشتیان که میتخون چکراباتی به شما پیشنهاد ازدواج نماید و به فیلم دعوت سازد در پهلوی او نقش بازیده اظهار محبتش را قبول میکنید. رولی وای بازی میکند بابای من بیبیه دیگه کدام سوالشون کی نمیشه. چی بانی؟ یک وقتی یعنی که هنر نقش آفری هم داری. هنر وقتی میتخون چکراباتی که دعوت کرد اون هنری نبودگی هم پیدا میشه و هیچ نبودگی پیدا میشه. خودت هم اکتریسه ای. زبان شیرین داری. سوالی دیگر سرودی به نزدیکی برآمده‌ات خیلی دلنشین همه خوش قبول کردن. چی میشه که یک پارچه زمزمه کنی و بابات حلاوت برد؟ وقتی در استودیو بودیم ثبت میکردیم همون اکای کامران در بین در وقت وای رفته زیم من در وایو نفهمیدم چی میگن وقتی من تاش نه اون سپیکر در پیش من موندگی من همون شوخی کرده همین من چند حرف گپای همین عربی و ایرانی همین خیلی گفته شوخی کرده خانه همین بعد گفت که بعد تمرین گفت که میکس ماستر میکنن چی میکنن مونتاژ بعد گفت که من یک سورپرایز دارم پروانه من یک سورپرایز دارم وقتی آهنگ را کرد همون جایی که پاپوری میره در همونجا همین هر جایی که من مزاق کردم و خندیدم و هر چی کردم همینا گرفتم مونده به حد شیرین اومده است راست به یک روزای نزدیک یک جون نشستگی بودیم با دوستا همون 3-4 نفر کارگاه میگه همون حالا والا خوند که انا که من این زورچی پروانه نیا حالا والا شد این بیا بیادین همین نبیره های باباش بیار زار چو پروانه شده می روی بی سر و سامان شده می روی زار چو پروانه شده می روی بی سر و سامان شده می روی می روی افسانه شده می روی می روی افسانه شده می روی حال که بیگانه شده می روی بی سر و سامان شده می روی احسن فرتو پلاشو نگفتی کو؟ چشا؟ هلا والله ماشاءالله فدیتگی عیونی قلبی احسن نبیرم گل به خور نمیشد دختر به یار هست می یگون بجایی نبیرم؟ بجایی چی؟ بجایی یگون تا پینهانی پولی بجایی بابا؟ نه آخه دلاره بجایی سامونی بجایی روبلی بجایی چی؟ عاشق حاضرنگی عاشقا بجایی نیستن ولی پول بجاییه دلار بجاییه تیلو در خانه بجاییه در سیف عاشقای حاضره همه جوره این خی کنی نخ همین سلام کنی میگن که اینو عاشقان یک دیگرش ده من عاشق زندگیم من عاشق حیاتم من عاشق خودم من عاشق بچه هم من عاشق مادرم پدرم برادرم و عاشق بابات نشوی عاشق بابای من آدمای خنک نغز نمیشم ما برفیم بابا ما با تاجیکستان اومده گرم شده آدمای یخی نغز نمیبینیم آدمای گرم نغز نمیبینیم خان زن نبیرم بسیار سخندان بودی من با معقول شدی من بیا کوه پشتت برم من بر همون جایی بی آدم بر نبیرم پروانه در خوبی خوب است و در گندگی گنده چرا ستیزه ولوله کرده تیز آتش بر این در میگیرید مگر از سلامتی شکایت دارید در مثالی بگهنگی کار آنا یافتی همینجا هستیم که اگر میرو پرو همین اگر تو مونتاژ میکنی که من دیگه هیچ وقت در پروگرام تو برآورد نمیکنم بگهنگی کار شما ساعتی 6 من نگفتین
من چند جای مهمونی دعوتی بودم نرفتم. خب من شما منتظر بودم. با من منتظر ایستادم، تلفنم خاموشه که من نمی‌نویسم ساعت 7 میشه، با من می‌نویسم که نمی‌نویسم. یک تا اسمایلیک روان کردم که دایو دو درس برای که اسمایلیک که دیدی پیام که بولش میخونی که 3 روز پیش نیست، یک روز جمعه ساعت 6 میبینی اکرم برنامه راست میدونی خطاگی تو در چی نبیرم استاپ تو اتویت اوکی ندادی. نه من دادم اوکی تا اوکی من اوکی تا دادم. انا تو بابا من امروز اومدی وقت من گرفتی ساعت 8 من قطعی اینجا پات کردم. نبیرم اینجا خارجه نیست، اینجا خارجه نیست، اینجا تاجیکستان. یاد گیری خارجی ها اگر که به وقت ساعت نروی درشون رو هوی نمیکنن. من نگاه کن همین جورا همه چیز میوری خش داره، همه چیز وقت ساعتی خش داره، همه وقتی آدم بسیار قیمت میسته میدونی؟ بله خیلی با خاطری وای مهراب وای کدیم اومدیم یکی شما دوی موری خطاگی نکه اینا شما اینا یک تاش خود اینا بابا یک تاش خود نه برف میبری نه یگون چه میبری چه خیلی بابا برفی نه بیرم. سوال آخران چنین است. خانوها یک عادت خوب دارن که با خوراک گرم و با مزه دل شوهرها رو گرم میکنند و مییابند. شما نیز با خوراک دل مییابید یا با سخن؟ کدومی نباشد؟ نه با سخن نه با خوراک. وقتی آدم که نخواد که دلی وای یابید نه با خوراک نه با پول نه با سخن نه با هیچ چیز دلش یافته نمیشود. این حرفا درو احترام میگذارم. احترام که گذاشتی یعنی خونه که خوراکشان میکنی دیگرش هم حرفی خوبم سخنای خوبم گامزه. و آدم که اگر نفهمد با میفهمید یکیش میفهمد. وقتی آدم که نفهمد مفکورش تنگ باشد و مثلا وای روسا میگن که تو یک کس احترام میکنی وای بدون چی قبول میکنه احترام میکنه. همین آدم من احترام گذاشت، من هیچ کس نیستم در زندگی نه که همین آدم من احترام گذاشت پیش من خیست با من احترام و میگن که باید بخیزه که должны قبول میکنن. برای همین нельзя так дедушка Мороз قربونی بمبرم درش سفیده 5 سال دیگر بابات عمر دارد ندارد. قربون اینقدر بابات هم مفتون کردی. ریش سفید نه بیره جانم خدا بدست دور خدا تا بدست گیر. سالی نو می آید همه با یک تیاری آمادگی میبینن. بهری تماشابین ما در سال نو یگان سخنکایی کاغذ پیچ و نیکو یک ساعت ده همین تیما یک ساعت گپ زدیم موزیمو خیلی خوش کردن لازم چون برنامه ما جام واسه شد. میگم که سخنای خوب تا همین یک ساعت هم گفتیم که سخنای خوب چیه؟ با مهر باشین با محبت باشین یک دیگر را خفه نکنین. برای پول مال دنیا ازی همه در پول مال دنیا داده شده. ازی مهر و محبت نیست، دوستداری نیست، رفیقی نیست، خشتباری نیست. هر کس روی خدا بگه مادرت هم که زنگ میزنی گوشه میبرداره میخوای که مثلا یک هفته دیر کنی اگر پول روان کنی زنگ میزنی که احوال پرسی کنی ها چی میگی چقدر پول روی کردی سازی بچه هم کودکات نازه. همینه دنیای مالیش دیگه دنیای مالی پولی. هم میخوام که دنیای مهر محبت شود. میشود نبیرم این سالش همین سال مهر محبت شود. سالی پول و مال مهر محبت باشه که همون پول و چیز هم در چشم آدم نمیتونه. داری پول همه چی داریم در خانت مهر نیست محبت نیست هیچ چیز زندگی وقتی مهر نیست محبت نیست پس اون زندگی نیست. نمیدونه که زندگی چه میگذره. بله زندگی بدبختانه نمیخوام. بسیار یک صحبت خوب بود، گرم بود، صمیمی بود که از زبانه که خودت شنیدیم. صحبتی ما در تالار مبل اکرم برگزار گردید نبیره های باباش. اگر شما میخواهید برای خانه خود یا کارگاه خود از چنین مبل ها خریداری نمایید پس میتوانید به این رقم ها زنگ زده درخواست نمایید.